خیلی خوب. جلسه پس دهم ریاضی 11ام گروه ای دختران عزیز، بریم شروع کنیم. سامیه جان، ما صفحه 61 بکن. صفحه 61 مثال 106 این کلا سه تا مثال امروز که یکیش هم تمرین میذارم چون خیلی شبیه یکی دیگه است. بعد دو تا حل میکنیم، بعد میریم یه درس باحال تو هندسه رو شروع میکنیم. بریم دیگه، بریم زودتر. مثال بچه ها دیگه حواسا جمع با من. مثال 106 بخون سامیه. به ازای چه مقادیری از آ معادله قدر مطلق x منهای 2 منهای آ قدر مطلق مساوی 3 دقیقا سریشه داره؟ آره خب یه لحظه صبر کنی. من میخوام شکلام رنگشم ترجیحاً شبیه جزوه باشه. اولی سبز، دومی قرمز، بعدی آبی. آره دیدم حله. اول از همه سامی خشخش داری چرا؟ من؟ تو فقط واسطی دیگه. آره یه لحظه درست میکروفون با یه نفر دیگه من درست میکنم. آره درست کن بر دفعه بعدی. آدرینا بیا پس. آدرینا جان ما میخوایم شکل رسم کنیم. این سوالیه که به صورت هندسی خیلی قشنگ و تمیز حل میشه. بچه خوب دقت کنید. اول میخوام سبزه رو بکشم. باید چیکار کنم؟ خود قدر ایکس بکشم. آره دو باید کجا برم؟ به سمت راست. بله قطعا اینجا دوه، اینجا هم دو میشه. حالا خیلی مهم نیست. این قدر ایکس منهای دو. من منهای آ کنم چی میشه؟ آ تا میاد پایین. شکل آ تا میاد پایین. نگاه مثلا این چیزی میشه دیگه. درسته؟ به اندازه آ واحد میاد پایین. بعد این شکل قرمز رو باید دوباره بکنمش توی این شکل قرمز. اینه عملا باید دوباره بذارمش تو قدر مطلق. بذارمش تو قدر مطلق چه اتفاقی میفته؟ بکنم ایگرک های منفی. آره دقیقا ارزهای منفی میان کجا؟ میرم بالا. میان بالا، یعنی شکل شبیه دبلیو میشه نه؟ این چنین چیزی میشه. دوستان تا این لحظه اگر سوال دارم بگن. خیلی کار عجیبی نکردیم دیگه. یه سری شکل‌های به نظرم روتین رسم کردیم. خب حالا من دارم این شکل نهایی رو مساوی با 3 میذارم. بچه‌ها من اگر مساوی با 3 میذارم یعنی خط ایگرگ مساوی با 3 دیگه. بچه‌ها خط ایگرگ مساوی با 3 اگر این بالا باشه چند تا جواب درست میشه؟ 2 تا. اگر دقیقاً روی 0 بکشم بازم 2 تا. اگه این وسط ها بکشم 4 تا. نه هیچ کدومش به درد من و تو نخورد. چون من 3 ریشه میخوام. کجا بکشم 3 ریشه میشه آدرینا؟ بالای قله نه؟ اینجا دقیقاً بچه ها 1 2 3 تا ریشه درست میشه. یعنی الان این دقیقاً خود جنسه ایگرگ مساوی با 3. این یعنی عرض این نقطه چنده؟ 3. اگر این نقطه ارزش 3 باشه این نقطه همین نقطه است که تابوندیمش آوردیم بالا. پس اینجا چند بوده ارزش؟ کجا؟ تو شکل قبلی منفی 3 بوده رفقا دیگه، که بعد آوردینش بالا شده 3. این یعنی آ چند بوده؟ چقدر این نقطه رو آوردی پایین؟ 3 تا آوردی پایین دیگه. پس آ چنده؟ آ 3. این سوال خیلی قشنگ و باحال. شکل جذابی هم انصافا من براتون تو جزوه کشیدم. حالا اینجا هم دوست دارید حالا نوتی بردارین، چیزی بنویسین، عکس بگیرین و با هم میخوایم بیشتر بحثم بکنیم. 2 تا سوال از فصل اول میخوام حل کنم، یکی از یکی قشنگتر ها. 106 رو خودم حل کردم. 107 دوباره جواب کامل داره با شکل‌ها دوباره کامل میذارم به عهده خودتون. 108 هم من حل میکنم. جان یه بار دیگه بگو.
یه سری بچه ها تو گروه به هم میگن که نمیتونن وارد کلاس بشن، یه پیام میده نوشته گنجایش کاربران این سرویس تکمیل شده. آره دقیقا میخواستم بگم. بعد اینکه فکر کنم چون الان 2-3 نفر جدید اومدن توی این چیزه باید زنگ بزنن آموزشگاه. آموزشگاه. آره آره گفتم بهشون بگید اصلا نه کار من این موضوع نه دستیار، یعنی هیچ دسترسی برای درست کردنش نداریم. الانم متاسفانه نیستن تو کلاس، اگر بودن من مثلا یه پیغام یکیش فاطمه قاسمیه، یکی دیگه بورسا ستایش اسدی شعبی. آره چند نفر. بچه ها بعد بگید ریفرش نکنید. بعد بگید زنگ بزنن به آموزشگاه. کوثر جان شما چون جدید اومدی برات این مطلب یه ذره عجیبه که حالا باید بخونی جزوه رو دیگه. یه شکلی میره توی قدر مطلق، قسمت های منفیش تابونده میشه میاد بالا. دقیقا این قسمت ها چون پایین محور بودن و آوردم بالا، اینجوری شد. اون قسمت های قبلیشون هم سر جاشون هستن، شکل شد W. شما کوثر جان یه خروار جلسه است که باید ببینی. حالا انشالله یادآوری، یعنی بهت میگیم، حالا هم تینا لطف میکنه انشالله شما راهنمایی میکنه، هم من و دستیارم. باید بشینی جلسات رو ببینی دیگه. نبودی دیگه بیش از 1 ماه کلاس. الان خوب شده؟ ببخشید. آره سامی الان خوب شد. از اولین روز، این گفتم اول کلاس 10مین جلسه است، ولی 5 جلسه فوق العاده هم داشتیم، یعنی با اون حساب کنید 15-16 جلسه ما تدریس کردیم برای شما عزیزان. اندازه 2 ماه کامل من براتون کلاس گذاشتم. خب دوستان سوال؟ همش کوثر جان ضبط شده و خب میشینی میبینی دیگه. بچه ها که جدید میان، حالا مثل کوثر یا شاده که مثلا که 2 هفته پیش اومدن، ببین اون قسمتی از محتوا رو که من تدریس کردم و الان بهش نباید گیر بدین. الان شروع فصل جدیدیم، شروع هندسیم، از اونجا به بعد خوب با ما همراه باشین. فصل هندسه هم خدا رو شکر هیچ ربطی به فصل قبلش نداره و فرصت دارید تا آخر تابستون بشینین قشنگ چیز کنید. فصل اول اون جایی که نبودید و بشینید ببینید دیگه. طبیعتا دوستانی که دیر اومدن باید زمانی که ما و بچه‌ها وقت گذاشتیم و جداگانه وقت بذارن دیگه. سامی هستی بریم؟ بله. میخوایم بریم سوال. بس بچه 107 رو میذارم به عهده خودتون. بعد اینم بگم ببخشید، اینجا جزء صحیح نوشته شده، این قدر مطلقه دوستان. جزء صحیح چیه؟ من توهم زدم یه لحظه تو جزوه. قدر مطلق پاسخش کامله، شکلش هم کامله دوستان. 107 پس دقیقا مشابه 106. مثال 108 رو حل کنم که چه مثالیه. اصلا دنیاتون عوض میشه بعد از مثال 108. البته 106 هم به نظرم خیلی زیبا بود. 108 که اصلا دیگه رویاییه. بخون سوالو. معادله این فقط یک ریشه دارد به ازای x. مجموعه مقادیر قابل قبول برای t را به دست آورید. بچه معادله دو مجهولی نیست. معادله عملا همون مجهولش انگار همون x، یعنی معادله در لباس x. یه پارامتر دیگه هم داریم به نام t. مسئله میگه این t چی باشه تا این معادله، یعنی چه عددی باشه تا این معادله در لباس x چند تا جواب داشته باشه؟ یک جواب. شما طبیعتاً برای پاسخگویی به حل این سوال طرفین وسطین میکنی. لطفاً طرفین وسطین کن. بگم کلن یا اینکه اول جدا ضرب رو بگم؟ نه دیگه قشنگ x رو الان ضرب کن توی این. میشه tx2 به علاوه 2x. حالا اونور منهای 2 رو ضرب کن. منفی 2x منهای 2t به علاوه 2. بعد همه طرف همه رو میارم سمت چپ، میشه tx2 به علاوه 4x به علاوه 2t منهای 2 میشه 0. اولین چیزی که همه به ذهنشون میرسه و نظر میدن اینه که خب وفایی برای اینکه این معادله یک ریشه داشته باشد، درجه 2 یه ریشه بخواد داشته باشه، دلتاش باید چی باشه؟ مساوی 0 باشه. دلتا دوستان محاسبه میکنیم، دلتا میشد B2 یعنی 4 به توان 2 16 آقا منهای 4 t در اون c که 2t منهای 2 منهای 4 AC. که دوستتون خوب گفت می‌نویسین؟ A هست T، حواسم هست، مکس دارم حواسم هست. AC
یعنی میشه تی در دو تی منهای دو. این باید مساوی صفر باشه. ما اگه زرنگ باشیم اول میایم تقسیم بر اه، 4 چیز میکنیم. میکنیم 4 میکنیم این تقسیم بر 4 که بکنید بچه ها، میشه 4 این 4 میره، این میشه 4 دیگه. آره بله اینم 4 میشه 4. حالا بی زحمت ضرب کن منهای تی در دو منهای تی. دو تی دو دو تی تی دو. دو یعنی منهای دو تی. نه دقت کن، منهای تی ضرب در به منهای علاوه دو. دو تی. دوستان اگر همه رو ببرم سمت راست و یه دفعه تقسیم بر 2 هم بکنم، معادلم رو خوشگل کنم، میشه تی دو تی دو منهای تی منهای دو. این معادله درجه 2 رو هم به 100 روش میتونید حل کنید. یک جوابش میشه -1، یک جوابش میشه 2. بهترین روش برای حلش هم اینه، جمع ضریب اولی و آخری 1 و منهای 2 میشه وسطی. پس یک ریشه -1، یک ریشه -30. منفی 30 اومد. خوشت نمیاد جمله مشترک بزن، خوشت نمیاد دلتا بزن دیگه. anyway شما میتونید این معادله رو حل کنید. پس به ازای این دوتا تی، معادله درجه 2 من ریشش مضاعف میشه، مسئله تک جوابه میشه. تا اینجا سوال دارید بگید که بریم گام های بعدیش. مسئله با همین یه گام تموم نمیشه. این سوالیه که اصولا از یک جامعه آماری 100 نفره 200 نفر غلط میزنن. بله سم خالصه، پرو مکس، قشنگ پرو مکس مثلا خیلی مکس. من سال گذشته طراح 11 بودم تو قلمچی، امسال نیستم، امسال 10 هستم و 12. شما 11 از دستم در رفتین. 10 تجربی، 12 تجربی، 12 ریاضی، این 3 حوزه طراحم. بعد پارسال 11 بودم، این یه چیز شبیه این داده بودم، قشنگ همه غلط زده بودن. بعد قلمچی صفحه داره که میتونی اونجا حرف بزنی، کامنت بذاری اینا. دوستان خیلی لطف داشتم به ما. ترند شده بود اصلا. خب اینو که فکر نمی کنم تا اینجا کسی بخواد گیر بده، چون یه چیز درجه 2 شد و من گفتم باید دلتاش 0 بشه. فکر میکنم منطقی بود. این دوتاش خیلی باحاله. نه 10 پارسال من طراح نبودم تقریبا، نه فکر نمی کنم تا جایی که به خاطر دارم. اما یه مدل حل دیگه هم داره. یه مدل حل دیگه این که الان توضیح میدم، عجله نکنید. یک جواب معادله رو سامیه، یک جواب معادله باشه x مساوی با 0. این که وفایی از کجا به ذهنت داره میرسه رو میگم. اوکی؟ میگم که چرا اینو دارم میگم، اینو توضیح میدم. ولی اگه قرار باشه این کارو کنیم بچه‌ها، به معادله ستاره، این معادله من و شما اینه، من و شما در حال حل این معادله ایم. توی این معادله لطف کن به جای x بذار 0. خب میشه 2 تی منهای 2. نه قشنگ به ترتیب برو دیگه. t ضرب در 0 به توان 2 میشه 0. آره میشه 0 به علاوه 4 ضرب در 0 با 0. آره به علاوه 2 تی منهای 2. از اینجا تی دوستان به دست میاد 1. حالا میخوام بهتون بفهمونم که چه اتفاقی افتاده. اگر تی رو بگیرید 1، معادله ستاره رو نگاه کنید، میشه x2 به علاوه 4x، اونم میشه 0 مساوی است با 0. بچه ها اینجا اگر از یه x فاکتور بگیرید به شما چند تا جواب میده؟ x 2 تا. یکی 0 میده، یکی -4. دوستان 0ش غیر قابل قبوله. وای چرا؟ اینا مگه ما با هم صحبت نکرده بودیم در معادلات گویا که مخرج کسر داریم، مخرج کسر نباید 0 بشه؟ مگه نگفتیم اینو؟ مگه چیز جدیدیه؟ میگیم نه وفایی گفته بودی خدایی. پس الان مسئله دوباره چند جواب داره انگار؟ 1 جواب. مگه تو 1 جواب نمیخواستی؟ بله. حالا وفایی تو از اول چجوری تشخیص دادی این موضوع رو؟ خب من از اول میدونستم دیگه مخرج کسر من x داره، اگر x 0 بشه تو معادله پذیرفته شده نیست و میسوزه. چون این موضوع رو میدونستم
اومدم کاری کردم جواب مسئله یکیش بشه x مساوی با 0. به خاطر این بود اول گفتم بذارید برسیم به تهش، میبینید چه اتفاقی میافته. به ازای تی مساوی با 1 مسئله 2 جوابه است و یه جواب 0. منتها جواب 0 پذیرفته نمیشه چون مخرج معادله اصلی رو 0 میکنه و شما باید بگید مسئله 1 پاسخ دارد x منفی 4. پس تی مساوی با 1 هم به درد من میخوره. یکی اگر خیلی دقت کنه باهوش باشه تا اینجا میاد، یعنی عمرن به گام سومش برسه. یه گام سومی هم داره که ما به قصد تو جزوه نذاشتیم چون جزوه کپ میخوره. حالا دوستان غلط حل کنن. این سال اصولا کسی حل میکنه فقط 1 میره، 2 هم نمیره، چه برسه به 3. خب 6 میفرستیم دوستتون. 6 یعنی تایید. دوست خوبم بگید بهش اسم رمزه. اسم رمز کلاس. بنده خدا خوف کرد برگاشت. خب من منتظرم اگر سوال دارید رو گام 2 با هم بحث کنیم چون گام های 1 2 3 همه جدایی از همن. میخوام برم گام 3 که تو جزوه نیست. گام 3 که من میمیسم و شما هم باید بگید. آقا این یه گامو شما بگید تی چه عدد جذاب دیگه ای باشه به درد ما میخوره و مسئله 1 جوابه میشه. ببینم کسی به عقلش میرسه. 2 تاشو من گفتم، سومیش ببینم شما میتونید بگید تی رو دیگه چند بگیرم جذابه. ببینم کسی میتونه بگه. دوستان تی مساوی با 1، تی مساوی با 2، تی مساوی با منفی 1 همه جزو جوابا هستن دیگه. چرا جوابای قبلی منو دارید به من میگید؟ یه تی جدید میخوام. یه تی جدید. از جیبتون نیارید دوستان. سامیه بعضی از بچه ها درست حد زدن. خیلی خنده داره و تابلوه، اگه بگم خجالت میکشید. تی رو 0 بگیرید. 0. تی رو 0 بگیرید. اون معادله ستاره بگو چی یه میشه؟ سمتش میشه منفی 1. آره بگو ببین معادله ستاره رو بچه ها رو گیج نکن. معادله ستاره رو به ترتیب بخون اگر تی 0 باشه. خب 0 ضرب در x2 که میشه 0 به علاوه 4x به علاوه 2t هم که میشه 0 منهای 2. دوستان معادله درجه 1 شد. معادله درجه 1 چند تا جواب داره؟ 1 جواب داره دیگه. شما یعنی نمیدونید این موضوع میشه رو؟ 1. شما نمیدونید توی عبارت درجه 2 ضریب x2 رو بکشید خب میشه درجه 1. درجه 1 هم چند تا جواب داره؟ یه دونه جواب داره دیگه. هلیه. چند تا تی به دست اومد؟ 4 تا تی به دست اومد. 4 تا تی. پس ایده سوم که بعدش یادداشت کردین، من یه جمله فارسی میگم بنویسیم که دیگه همه شیرفهم شده باشه. عجب سوال. این سمی‌ترین سوال سال 11 این سال. از این سمتر نداریم تو کل امسال. از این خفن‌تر نداریم. نیست. اینو که تو جزوه نوشتید گام 3 رو من یه جمله فارسی هم میگم که شما یادداشت کنید. یه تی شد منفی 1، یه تی شد 2، یه تی شد 1، یه تی شد 0. دوستان هایلایت کردم دیگه. مشخص 4 تا شد دیگه. هایلایتشون کردم پای تخته. بدبختی اینه که قیافه سوالم خوبه، آدم دوست داره بزنه، وگرنه اگه بد بود خب این فکر سوال نمی‌زدم. قشنگ با قدرت غلط میزنین. همیشه تو کتاب تستای خفن و اینا هست ولی دیگه به من و تو بدن تینا جان دیگه ما میزنیم زیر گوش سوال و طرح با هم. ما دیگه ببین دیگه ایده دیگه ای نداره. یعنی هر چی ایده داشت من بهت گفتم از این سه تا خارج نیست. یا باید دلتا رو صفر کنی، یا باید ضریب x2 رو صفر کنی، یا باید عددی رو به عنوان جواب بگیری که مخرج کسر رو صفر میکنه. دقیقاً این سه حالته. از این بیشتر نداره. از این بیشتر نمیتونم مختون کار بگیرم. این دیگه ته خطه. البته همیشه رای برای زیر گوش زدن دانش آموزا سالی کلا. نه بابا کجا ما این کارو میکنیم؟ بله. امسال که من اصلا قلمچی 11 نیستم شکر خدا. خب این هفته 50 تا سفارش و طرح سوال داشتم. مردم.
و من عصبانی میشم، ناراحت میشم، سوالا هم بد میشه. خب این سومیه رو که نوشتین یه جمله بگم. کافیست، نمیسین؟ کافیست ضریب x2 را، کافیست ضریب x2 را برابر با 0 قرار دهید. کافیست ضریب x2 را برابر با 0 قرار دهید تا بدین ترتیب معادله از درجه 2 معادله از درجه 2 به درجه 1 تبدیل شود. معادله از درجه 2 به درجه 1 تبدیل شود تا یک جواب بیشتر نداشته باشد. این منظورم اینه که یه جواب داشته باشه. درجه 1 خط یه دونه دیگه ریشه داره. من فکر میکنم خیلی مرتب نوشتم، به نسبت خط هم کشیدم، توضیحاتم کامله. بعد نیست اینو عکس بگیرم و توی کانال بذارم. مثال 108 صفحه 63. حتی توضیحات تو جزوه هم خوبه، ولی حالا دلم خواست اینم دوستان اگر ناراحت نمیشن یه لحظه سیو کنم تو دسکتاپم. عکسش هم واسهتون میفرستم. مرسی تینام براتون اون نوشته رو گذاشت. دیگه فکر میکنم میتونیم رد شیم دیگه. نه دعوا ندارم با کیبورد. من میکروفونم دقیقا زیر کیبوردامه، یعنی میکروفونم سیستمم دقیقا زیر کیبورداست، به خاطر همین خیلی رو لپتاپ میزنم بد صداش میاد واسهتون. خب خدمتتون عرض شود که بریم دیگه. فصل اول دوستان دیگه هدشات شد، کلا له شد. یه سری مثالا حالا موارد متفرقه در انتهای جزوه هست. جزوه متفرقه رو هم که تو کانال گذاشتم، هشتگ متفرقه رو سرچ کنید، هشتگ متفرقه میتونید ببینید فایل پی دی اف اضافه متفرقه ها رو. ما با فصل اول دیگه کار نداریم، بالاخره بعد از 10 جلسه و علاوه 5 جلسه فوق‌العاده تدریس بسیار طولانی و زمانبر فصلی که اسمش رو گذاشته بودیم جگول بگول تموم شد. انتهای جزوه میذارم زهرا، چون جزوه حجمش بالا رفته بود، من به خاطر اینکه در واقع هزینه‌های چاپ شما زیاد نشه، چون شد خیلی ها متفرقه رو نخونن یا در قالب همون پی دی اف باش کار کنن دیگه، چون حجم جزوه بالا رفته بود دیگه متفرقه رو نذاشتم. چون این جزوه دوستان 60-70 صفحه است، ولی توش مثلا 20-30 صفحه سال دهم بود. آدم حجمش هم کلا فصل یکم گفتم زیاده. تازه دوستان حواسشون باشه جمعه بعدی عزیزان من در رشته ریاضی کلاس دارن، اطلاع رسانی میکنم. این جمعه نه، جمعه بعدی که مجموع جملات دنباله حسابی هندسی رو بگیم، پی دی افش رو میذارم توی کانال، کلاس رو ضبط میکنیم تو آپارات میره، لینکش تو کانال ها میره. کلاس جمعه است، دوستان تجربی هم اختیاری واسهشون میتونن تشریف بیارن. خب برسیم به فصل دوم که دوستان میپرسن آسان‌تره یا نه. دوستان الان جزوه هم ندارید، لطفاً معترض نباشید، همه چی تو جزوه هست. من هر چی هم که تو جزوه می‌نویسم و بعداً پی دی افش رو ذخیره میکنم و بهتون میدم. پس نروس نباشید از اینکه الان جزوه رو ندارید. دوستان بریم دیگه، بریم. خدمتتون عرض شود که آره کوثر جان، یا راهنماییت میکنیم. کوثر جان الان تو کلاس باش، الان حواست به این درس امروز باشه که کلا جدیده، نه به فصل قبل ربط داره نه به تابع. فصل رو بخوام شروع کنیم تحت عنوان ترسیم تالس تشابه، فصل 2 هندسه، در واقع فصل 2 کتاب ریاضی 11 تجربیات و فصل 2 هندسه 1 دهم بچهای رشته ریاضی. بچه‌های رشته ریاضی خب شاید بلد باشن اینا رو، ولی خب مطمئن باشید امروز صحبت‌های جذابی خواهیم کرد. همیشه دیگه این چیزی که مبرهنه، همه میدونن واسه هندسه اصولا متریال آموزشی خوب نداریم، یعنی همیشه بچه‌ها تو هندسه خصوصا حتی بچه‌های رشته ریاضی خیلی ضعف دارن. نه دیگه الان نیاز نیست شما چیزی یادداشت کنید، الان خیلی خوب ببینید،
چون من امروز خیلی کارهای خفنی میکنم، یعنی حرکت‌های خفنی میزنم با دم و دستگاهی که دارم، خیلی خوب باید ببینید، زیاد خیلی یادداشت کردنی نیست، بیشتر باید ببینید و خب اتفاقات جالبی توش میافته. دوستان رشته ریاضی مثلا فکر نکنم بلدن، قشنگ گوش کنم، مطمئن باشید که سود خواهید کرد. 2-3 هفته دیگه بیشتر تو این فصل باقی نمیمونیم، فصل کم حجمیه، فصل سختیه دوستان. اصولا حتی مدرسین این فصل واسه درس نمیدن و میذارن آخر سال مثلا 4 تا نکته میگم میرن. یعنی کلا هندسه چیزی است که اصولا مدرسین ریاضی، تینا نوبت توه بیا، ازش فراری هن. ولی خب شما دوستان جای خوبی تشریف دارید، یعنی کلا من استارت کارم در حوزه آموزش همین بحث هندسه بود. اولین باری هم که شاید سوال طراحی میکردم واسه قلمچی همش هندسه بود و ما خیلی خوب بهتون درس میدیم و گواهش هم همین جلسه امروزه که مطمئنم کیف میکنید. 3 صفحه بیشتر نمیخوام درس بدم. 2 قسمت داره این فصل. بخش اولش ترسیمه که مرتبط با یک کوچولو فصل 1 بچهای ریاضی هندسه 1 و بخش اصلیش تالس و تشابه که خدمتتون عرض شود که به نسبت چیز سختیه، ولی گفتم ما سعی میکنیم خیلی کامل و خوب بهتون بگیم. فقط بسیار خوب گوش کنید و این موضوع که خیلی ها این حس منفی رو دارن که هندسه سخته یاد نمیگیریم اون بندازید دور، بندازید سخت آشغال. شما اگر خوب گوش کنید پایان این 5 جلسه کلاس من این فصل رو مسلط یاد گرفتید. ولی در کل بدانید که یک مقدار با فصل سختی مواجهیم، پس باید خیلی خوب کلاهامون رو بچسبیم، حواسمون جمع باشه. بریم من حاشیه نرم، تدریسمو شروع کنم. میخوایم شروع کنیم. مثل همیشه اول جزوهامون یه فهرسته که خب میتونید مطالب مختلف رو توش ببینید. ما امروز در خصوص ترسیم میخوایم صحبت کنیم. با درس 1 انواع ترسیم کار رو میخوایم شروع کنیم. خیلی باحال کارم، یعنی یه ذره که بگذره بسیار کار جذاب و بامزه‌ای توش میکنیم. خیلی قشنگه، خوب گوش کنید بچه‌ها. از صفرش هم درس میدم. بخون دایره. دایره مجموع نقاطی از صفحه که از یک نقطه ثابت در همان صفحه به فاصله معلومی هستند دایره نامیده می شود. دیگه خدای دایره هم تینا جان مجموع میشناسن. دایره دیگه دوستان یه مرکزی داشت، نقطه ثابته مرکز بود و تمام نقاط روی دایره فاصله شون تا این مرکز چی بود؟ برابر بود دیگه. برابر بود. این فاصله 20 صحاب هم چی میگفتن؟ شعاع. اصولا هم دایره رو از حرف انگلیسیش میارن، از کلمه انگلیسیش میارن، اصولا با سی نشون میدن، مرکزش اصولا با او و شعاعش هم با آر نشون میدن. اصولا اینطوری نمایش ریاضیشه. نکته اول خیلی چیز خاصی نشین. اسه دوستان اضافی، چیز خاصی نیست. نقطه ثابت را مرکز دایره و فاصله معلوم را شعاع دایره مینامند. دایره را معمولا با حرف بزرگ نمایش میدن. آره مثلا دیگه سی اینا رو او گفتیم دیگه. آره دیگه تینا گفتیم اینا رو دیگه. او مرکزه، آر شعاع. دوستان کسی با دایره مشکل داره؟ دایره رو گردی 6 سالگی میگفتیم. آره دیگه گوگلی بودین اون موقع. دایره رو با چی میکشیدین اون زمان قدیما بچه بودین؟ با مداد. نه یه ابزاری داشت. پرگار. میگه با مداد میکشیدیم. شابلون، راست میگه. آمادگی بودیم با چیز. نه پرگار چیه؟ اون موقع کوچولو بودیم پرگار بعد نبودیم. شابلون چیه؟ نقاله رو میگین؟ شابلون چیه؟ نه شابلون ندیدین؟ از این خطکش جلویی بزرگ هست که تو شکل مکلاره. آره. خب خدمتتون عرض شود که بریم وقت نگیر. 2 مجموع نقاطی که از خط معلوم دی به فاصله ثابت آ هستند 2 خط موازی با خط دی فاصله آ از خط دی هستند. اینم خیلی معلومه دیگه. شما یه خطی دارید دی مشکی رنگ در تصویر ملاحظه می‌فرمایید. خب نقاطی که از این خط مثلا فاصله شون 4 باشه همه کجا قرار میگیرن؟ در یک خط موازی باش قرار میگیرن. دوستان فاصله میدونید دیگه همیشه فاصله عمودیه. حالا این نقطه ها میتونن اون بالا مالا ها باشن، حالا به فاصله آ، حالا این آ 4 2 3 یا این پایین باشن دیگه. دوستان میدونید دیگه خط هم در ریاضی ته نداره. حالا ما محدود میکشیم ولی خط یعنی تا ابد ادامه داره از 2 سمت. خدمت عرض شود خیلی شماره 2 باز نیاز به صحبت کردن نداره. اصل مطلب و ماجرا از قشنگی کار ما اینجا 3 و 4 عمود منصف و نیمساز رو میخوایم با هم یاد بگیریم. شماره 3 با آرامش بخون. دوستان ببین صبر داشته باشین، انا سریع هول نکن، اینقدر آخرش میفهمین که بله
درجه همون چیز شیرفهمی میرسین. صبر صبر صبر. بخون اول. نقاطی از صفحه که از 2 نقطه به 1 فاصله می باشند. رسم عمود منصف. میخواین در صفحه ما یه لحظه تینا انقدر عجله باش، نکن. ببخشید. وسطش یه فضا به من بده، منم زرت و پرتام بکنم. باش. ما در فصل قبل با عمود منصف آشنا شدیم. ما یاد گرفتیم عمود منصف کیه؟ خطیه که بگم؟ عموده. آره عموده و از کجا میگذره و از وسط. یعنی اینا با هم وسط چیان؟ نصفشون میکنه دیگه. آره یک بچه برابر. توی یک از گروه خیلی جالب تو چت نوشته گفت تو آقا عمودی که نصف میکند. آره دیگه به این میگن چی؟ عمود عمود منصف. منصف. ما در فصل اول جبری باهاش برخورد کردیم، معادل خط نوشتیم. تو فصل دوم کار ما اینا نیست، کار ما هندسیه. همون فصل اول گفتم ویژگی عمود منصف اینه هر نقطه روش بگیرید اینا از دو سر پار به یه خط اندازه است. هر جا بگیرین ویژگی عمود منصف اینه، یعنی شامل نقاطی میشه که از دو سر پاره خط به یک فاصله است. میخواهیم یاد بگیریم در ریاضی تو امتحان اگر به من خطکش و پرگار دادن، این پاره خط 20 صحابم دادن، گفتن آقا عمود منصفش رو بکش، باید چطور بکشیم؟ یکی از بچه‌ها تو یکی از کلاس‌ها میگفت وفای کاری نداره اینجا وسطشه با خطکش یه عمود اینجا میکشیم، میگیم آقا عمود منصف. مسخره کردیم ما رو. راست میگه. الان چجوری عمود میکشی بدون ابزار؟ چجوری میتونی مطمئن باشی این خط دقیقاً عمود شده؟ دوستان میخوایم رسما بکشیم، میخوایم رسما یعنی واقعا عمود منصف بکشیم. به ما گوش کنید که ببینید ماجرا از چه قراره. ابزار ما خطکش، پرگار، چیز دیگه ای نداره. بکن. میخوایم در صفحه نقاطی را پیدا کنیم که از 2 نقطه A و B به 1 فاصله باشند. پارخط آبی را در نظر گرفته و 2 دایره به مرکزهای A و B به شعاع یکسان تو پرانتز بیش از نصف آبی رسم میکنیم. محل برخورد این 2 دایره 2 نقطه است که از A و B به 1 فاصله است. ولی اگر این 2 نقطه را به هم وصل کنیم و امتداد دهیم یک خط حاصل می شود که تمام نقاط خط از آره، A و B به 1 فاصله است. الان براتون لایو میکشم، براتون لایو یعنی گام به گام میکشم با ابزارم، یعنی پرگار میارم، کمان میزنم فلان، قشنگ میبینید. ببینید دوستان وقتی 2 تا کمان رو میزنید در 2 نقطه همدیگه رو چیکار میکنن؟ قطع میکنن. 2 نقطه خب به هم وصل بشه شامل یه خط میشه دیگه. این خط همون کیه؟ عمود منصفه. حکایت هم اینه. چیه؟ حکایت اینه که شما شعاع دایره هایی که کشیدید، کمان هایی که زدید با هم برابره. این شعاع دایره است، این هم شعاع دایره است، اتفاقا این هم شعاع دایره است، اتفاقا این هم شعاع دایره است. شما دهانه پرگارتون رو عوض نمی کنین، الان بهتون نشون میدم. پس اینا همه شعاع میشن، یعنی حرفم اینه این 2 نقطه قرمز دقیقاً از 2 نقطه آبی به 1 فاصله. پس دقیقاً روی امتداد عمود منصف واقع شدن. اما هنوز باز شما یاد نگرفتین، یعنی هنوز فایده نداره. باید یه حرکت قشنگتر انجام بدیم تا یاد بگیرید که به لطف کرونا و سیستمی که در اختیار داریم ببین چی کار میکنه. اون برنامه چی بود اسمش؟ اوپن بورد. اونم انگار جالب میشد هندسه‌اش. بیا اینجا، اینم خیلی جالبه، نترس. یک پاره خط کشیدم. این پاره خط چیه؟ A B. چطور عمود منصف این پاره خط رو پیدا کنم؟ دهانه پرگارم رو، این مثلا پرگارم دوستان، دهانه پرگارم رو به اندازه‌ای که حالا میگم چقدر دلخواهه ولی باید از یه عددی بزرگتر باشه. دهانه پرگارم رو به یه اندازه باز میکنم، نوک پرگار دقیقاً رو A یک کمان میزنم. دهانه پرگارم دست نمیخوره، فقط نوک پرگار رو میذارم. نوک پرگار همانا مرکز این دایره میشه. نوک پرگار رو میذارم روی B. از دهانه پرگار عوض نشد، شعاع این دایره عوض نشد. دوباره یک کمان میزنم. 2 نقطه تلاقی وجود داره. ببین این 2 نقطه رو به هم وصل میکنم.
دو نقطه رو با خط کشم به هم وصل میکنم و میبینید که دقیقاً عمود منصف پارخط آبی رسم میشه. ببینید والا بلا معلومه که این زاویهش 90 درجه از عموده و نوشته اونجا. واقعاً آره نوشته دیگه، و واقعاً این فاصله با این فاصله برابره. یعنی من دقیقاً عمود منصف کشیدم و دقیقاً دارید میبینید چون آ مرکز دایره بود این شعاع دایره است، شعاع دایره عوض نشده بود، بی هم مرکز بود این شعاع دایره است. میبینید از دو سر آبی به یک اندازه. دیگه از این بهتر شما بگید من چیکار کنم واسهتون. سوال؟ چند تا کمان زدیم؟ دو تا کمان. شعاع کمان چند تا بود؟ یه دونه بود. دهانه پرگار عوض نمیشه. بله دیگه، اگر تو امتحان سوال بدن یا میگن توضیح بدید اصولا یا میگن بکشین، که اصولا من ندیدم بگم بکشین تو امتحان تشریح. بهتون میگن روش رسم را توضیح دهید. شما باید همین چند خطی که اینجا من نوشتم و اونجا هم بنویسید. دوستان اینکه چطور سوال میدن از این فصل رو الان نپرسید جون من. الان ما داریم تاتی تاتی میکنیم، تازه عجله نکنید، تازه داریم آشنا میشیم چه خبره. میگم بهتون که چطور سوال میدن. یه چیزی گفتیم و اونم این بود که این شعاع دایره بایستی از نصف فاصله آبی در باشه. میخوام اینم بهتون بفهمونم چرا باید کمانی که من میکشم، دایره‌ای که میکشم، شعاعش از نصف آبی بیشتر باشه. نگاه، پرگارمو میارم، دهانه پرگارمو بسیار کم باز میکنم. الان مشخصه شعاع این دایره از نصف فاصله آبی کمتره دیگه دوستان. آره. این یک کمان، این یک کمان دیگه. دوستان همدیگه رو قطع کردن؟ نه. الان من الان عمود منصف کو چی شد؟ هیچ. بس مشخصه شما شعاع رو کمتر از آب دوم بگیرید اصلا قطع نمی‌کنن. یه قشنگ همه شیرفهم شدید دیگه. اگه خود آب دوم هم بگیرید، حالا من الان خیلی دقیق نمیدونم نصفش چی میشه، میتونم به دست بیارم ولی حالشو ندارم. مثلا فرض کنیم میشه دقیقاً نصف آبی، حالا گیر ندید، دقیقاً نصف آبی. خوبه. ببینید این یکی میشه اگه دقیقاً نصف آبی باشه، اون یکی هم بزنم دیدین بزرگ بود. بابا یه هوا بود دیگه، گیر میدی. الان بزرگ کردین. خب ببینید دقیقاً اگر شعاع دایره نصف آبی باشه یه دونه نقطه در میاد مماس میشن. الان عمود منصف نمیشه دیگه، من برای اینکه بخوام خط بکشم باید دو تا نقطه داشته باشم. پس باید شعاع دایره بیش از نصف فاصله آبی باشه. علیم؟ بله. کیف کردین یا نه؟ بله. چی میخواین دیگه؟ بحث بعدی من نیمسازه. یه ذره در مورد نیمساز صحبت کنیم، هرچند قبلا هم گفتیم. ما در فصل قبل گفتیم نیمساز چیه؟ خب خطیه که زاویه رو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه. بعد خاصیتش این بود هر نقطه روی نیمساز بازم به یه فاصله از دو ضلع زاویه به یک فاصله بود. از دو ضلع زاویه به یک فاصله بود. خب میخوایم یاد بگیریم چطور نیمساز رسم کنیم. بخون اول واسه بچه‌ها. نقاطی که از دو ضلع زاویه به یک فاصله. ترسیم نیمساز یه زاویه. میخوایم نیمساز زاویه XAY را رسم کنیم. به مرکز A یک دایره دلخواه را رسم میکنیم تا اضلاع زاویه را در نقاط M و N قطع کند. به مرکزهای M و N دو کمان تو پرانتز دایره دلخواه و به یک اندازه رسم می‌کنیم تا همدیگر را در نقطه مانند P قطع کنند. اگر از A به P وصل کرده و امتداد دهیم نیمساز زاویه A به دست می‌آید. بازم صرفا فارسی خوندنش دردی رو دوا نمی‌کنه.
من برای شما یه حرکت خفن میزنم. الان یه زاویه 90 درجه درست میکنم، یه زاویه 90. بعد براتون نیمسازش میکشم. خوبه؟ بله. و نشونتون میدم که زاویه 45 درجه شده. یعنی دقیق این کار رو انجام میدم با ابزارم و زاویه رو اندازه میزنم، میگم ببینید 45 شد. 90 درجه رو نصف کنم باید بشه 45 دوستان دیگه. در گام اول میای دایره تو یعنی پرگار تو میگیری و به یه شاه دلخواه نه چندان بزرگ چیکار میکنی؟ اینجا میزنی، یعنی یه کمان میزنی. این کمانهایی که زدی از لاع زاویه رو در دو نقطه M و N قطع قطع. میکنه. حالا دوباره میای دهانه پرگارت رو حالا به یه اندازه دلخواه دوباره باز میکنی. این دفعه مرکز دایره رو یا نوک پرگار رو میذاری رو نقطه M. یه کمان بدون اینکه دست بزنی و عوضش کنی. یه کمان دیگه. حالا اگر این نقطه تلاقی اسمش P باشد و اینم A باشد، باور کنید الان A رو به P وصل کنید نیمساز میشه. باور ندارید به خطکش دقت کنید. زاویه روی خطکش رو ببینید، میچرخونم ببینید، باید بشه 45. اگه بذارمش رو AP باید بشه 45. شد بسه. آها. شد یا نشد؟ آره درست. باور کن نیمساز. الان این زاویه 45، این زاویه 45. ببینید دیگه این زاویه روی خطکش رو ببینید چنده؟ 45. حالا چطورم؟ یه حرکت خفن‌ترم دیگه میکنم که دیگه اصلا کلا دیگه برگی باقی نمونه. چرا نیمساز شد؟ چرا؟ این دوتا قرمزا شعاع دایره اول منه که یکی هن برابرن. این آریه که اینم آریه که با هم برابرن. درسته؟ بله. بعد دوتا دایره سبز کشیدم دیگه. این دقیقا شعاعشه چون M مرکز بود، P هم روی دایره است دیگه. خب این آر دوه، اینم اتفاقا آر دوه دیگه. شعاع یکسان بود دیگه. الان شما به این دو مثلث توجه کنید. A M P A N P. میخوام اثبات کنم که این دوتا هم نشتن. AP مساوی با AP. یادش بخیر موقع بچه بودیم مشترک می‌نوشتید ضلع مشترک. دارید میبینید AN و AM هم مثلا رنگش هم با قرمز میکشم. شعاع دایره اول بود دیگه. AN با AM برابره. اون دوتا سبزام که با هم برابرن. وقتی سه ضلع برابرن یعنی اون دوتا مثلث هم نشتن. زاد بر وزن زر. خب چه نتیجه میگیرید؟ نتیجه میگیریم که این دوتا زاویه باید با هم برابر باشه. اگه این اجزای آلفا متنازع. بله آلفا با بتا برابره. پس واقعا نیمساز کشیدم دیگه. خدا وکیلن دیگه چی میخواین؟ صفحه 1 که نداریم. پایینیم نداریم دوستان، جزوه نداریم که. این تصویر رو هم براتون ذخیره میکنم و میفرستم. اوکی؟ بله مرسی. تصویر قبلی زیاد روش نکته‌ای نگفته بودم، اینجا چون نکته زیاد گفتم. دوستان سوالی هست تا اینجا بپرسن؟ فعلا سوالی نیست. 6 هم گذاشتم. پس کامل و مفصل رسم عمود منصف و نیمساز رو یاد گرفتیم. خب برمیگردیم به جزوه. تینا جان متشکرم. بریم نفر بعدی. مرسی. عطرین جان تشریف بیار.
بله. سلام، وقتت بخیر. میخوایم بریم رسم یک بله. مثلث. جان بفرما. ببخشید. بفرما. الان اون شاه دایره هرچی میتونن باشن؟ ببین شاه بینیم دایره، ساز اون دوتا دایره. آره شاه دایره دوم یه سری نکته داره که مول کردم. شاه دایره ما میخوایم اول بکشیم هرچی میتونیم بذاریم. نه ببین تو امتحان مدرسه که ازتون اصلا نمیخوان. ببین این شاه اولی که زدین سال بعدی پرسید. این شاه اول اصلا هیچ قید و بندی نداره، هر چی میتونه باشه. ولی شاه دایره دوم حالا دیگه آره دیگه. بلش کن، نمیخواد بگین، سخته دیگه حتما. آره من بلد نیستم راستش، میدونی بلد نیستم. بپرس. یا من بلد نیستم، بپرسم جواب آره، نمیده بپرس. که. میگم بلد نیستم جواب دادم دیگه. همه چیز قرار نیست دیگه من تو کلاس بگم، 2 تا چیزم باید تو امتحان بگم بهتون دیگه. امتحان خودش آموزشه دوستان. بعد میگین طراح رو باید دوست داشت. طراح رو باید دوست همون. داشته باشید. طراح رو باید دوست داشته باشید. خیلی واقعا بده، زشته، بیادب این اگه دوست داشته باشید. بریم رسم 5. رسم یک مثلث با 3 ضلع معلوم. بخونم. اگر خسته نمیشی بس. از مثلث ABC 3 ضلع آبی مساوی C و AC مساوی B و BC مساوی A معلوم است. میخوایم این مثلث را رسم کنیم. نگه دار. ابتدا یکی از یه مثلث، مرسی، یه مثلث وقت به من بده وسطش. یه باشه، مثلث ببخشید. آبیسیه، میخوام رسمش کنم. ببینید در نامگذاری استاندارد یک مثلث رو رفقا یاد بگیرید. وقتی میگید آبیسی روبروی رأس آ رو میگیم آی کوچولو، روبروی رأس بی رو میگیم بی کوچولو و روبروی رأس سی رو هم میگیم سی کوچولو. یعنی یه استاندارد دوستان، همه جای دنیا رعایت میشه، شما باید رعایت کنید. ببین من نوشتم آبی مساوی با سی، ببین دیگه چشتون رو باز کنید. آسی مساوی با بی، بی سی مساوی با، اینا رو فرض کن بید دادن، اوکی، یعنی 3 تا عددن. خیلی مسخره میاد این مسئله به نظر، یعنی به نظر خیلی مسخره. وافای 3 تا ضلع داری بکش دیگه، مخمار کارگیر بردی. دوستان مثل حکایت عمود منصف شد، وسطش پیدا میکنم عمود میکنم. میخوایم طریقه دقیق رسم رو یاد بگیریم با ابزار، خطکش، پرگار. بخون. ابتدا یکی از اضلاع را به دلخواه رسم می‌کنیم، مثلا BC مساوی A. آقا این بی سی رو رسم میکنیم، خلاصه طولش مشخصه دیگه، این زیاد دیگه کار خاصی نیست. یه ضلع یه پاره خط میکشید، میگه آقا این بی سی. نقطه A از B به فاصله C بوده و از C به فاصله B میباشد. صبر کن. این بچه ها واضحا آ از نقطه بی فاصلش چیه؟ سیه. این اترین بچه ها این یعنی آ روی دایره قرار داره به مرکز بی و چه شایی؟ C. شای سی. پس طبیعتا برای اینکه آ رو پیدا کنم باید به مرکز بی و شای سی دایره بکشم. دایره بکش. همینطور آ از نقطه سی فاصلش بیه، یعنی آ روی دایره قرار داره به مرکز سی و شای بی که فاصلش شده بی دیگه. پس یه دایره دومی میکشم به مرکز سی و شای بی کوچولو. این 2 تا دایره هر جا هم دیگر رو قطع کردن اونجا جواب رأس آی. موافقی؟ بله. نه متوازی الاضلاع نیست، اون 4 ضلعی که اونجا تشکیل شده بهش میگن کایت که فعلا مورد بحث من نیست. 4 ضلعی که درست شده تو تصویر بین آ و بی و آی پایین و سی بغل رو بهش میگن کایت. چه بادبادکی دیگه. همینا که میرن بالا تو فضای آره. باز دیگه. آره بادبادک خط لب میشه. دریا تا حالا بادبادک نرفتین؟ دیگه. بادبادک ندیدین؟ نه هم کایت با بادبادک فرق داره. کایت هم بادبادکی دیگه. نه. خب بزن. من میگم کایت بادبادکی بگو چشم. خب ما پس- ادبیاتین شما. پس اینجا من همه چی هستم. پس شما یاد گرفتید چطور یک مثلث رو بکشید. ببین فاز این بود که اترین ضلع بی سی رو کشیدیم، یه رأس آ کم دارم دیگه،
دو تا دایره کشیدیم، جایی که همدیگر رو قطع کردن میشه چی؟ رأس آ. فقط مسئله رو که نگاه میکنیم انگار چند تا جواب داره؟ 2 تا. ولی دوستان کور خوندین. نداره؟ نه، یک جواب متمایزه. چند جواب؟ بچه ها جواب رو نمیگید 2 تا شد. وای 2 تا نقطه طلاقیه پس 2 تا مثلثه. دوستان یه ذره فکر کنیم دیگه. الان این 20 صحاب بالایی با این پایینی چه فرقی داره؟ هیچی. بابا عین همن بابا، هم نهشتن. ناسلامتی هم ازلاشون یکیه. خب چون الان ببخشید، یعنی من یه مثلثی رو اینجوری واسهتون بکشم، بعد همین یه ذره کج کنم بگم این همونه، میگید نه وفای این همون نیست اون کجه. نه همونه. هم نشتی دیگه. ای پس یک جواب متمایز دارید دوستان. یک جواب متمایز. تکرار میکنم چیزایی که پای تخته کشیدم و سیو میگیرم. پی دی اف الان هم سیو میگیرم، این صفحات اولش رو بعدم بهتون میدم. اوکی؟ یعنی سر یادداشت برداری اصلا نروس نباشید. هر آنچه که شما امروز هر آنچه که در مانیتورتون میبینید علاوه بر اینکه داره ضبط میشه، ثبت هم میشه. یعنی من پی دی افش رو نگه میدارم، اون تخته ها رو هم که عکس گرفتم. لطفا نروس نباشید. سوال بچه‌ها یه بحث. خودمون هم شاید میتونستیم بگیریم. آره خودتون هم میتونید شات بگیرید. داره دوستان سوال این شد. رسم مثلث دیگه اینو براتون لایو انجام نمیدم، خوشتون نیاد دیگه. بس یه ذره طولی میخوام کارم رو دیگه. سوال نیست بریم. اچون بریم با هم دیگه نامساوی مثلثی رو صحبت. نامساوی مثلثی رو من نمیام اینجوری فرد بگم آقا این نامساوی مثلثی. خب یعنی یه ذره میخوام براتون یه فعالیتی انجام میدیم و اترین به نامساوی مثلثی میرسیم. اوکی؟ پس اینجام آروم آروم میخوایم بریم، میخوایم همه درک کنیم چرایی نامساوی مثلثی رو. دوستان اثبات ریاضی نمی کنم، درکش میکنیم با هم. بعد از اینکه درک کردیم دیگه اونجا دیگه میبندمتون به رگبار، سریع 2 تا نکته میگم و 2 تا مثال رو میریم. ولی این یه تیکه رو میخوایم خیلی آرام آرام بریم. فقط صدای من خوبه؟ آره صدای هیچ مشکل نداره. آره اساسا باشه. خب بچه ها فرض بفرمایید این پاراخط آ مثلا آبیه دو جزوه. آره آبی. من به شما بگم مجموع نقاطی رو پیدا کنید که از آ به فاصله 3 هستند. شما یک کمانی میزنی به مرکز آ و شعاع 3 دیگه. بعد میگم نه. نقاطی که از آ به فاصله 3 همون دایره میشن دیگه. دایره به مرکز آ و شعاع 3 نقاطی است که از آ فاصله 3. بعد بگم از بی به فاصله 2 باشن، دوباره همین کارو میکنی دیگه. یه کمان میزنی به شعاع چقدر؟ 2. نه از بی گفتم 2 باشه، از آ 3 باشه. آره حواسم نبود ببخشید. بچه‌ها یعنی من نقطه هایی رو میخوام که از آ فاصله شون 3، از بی فاصله شون 2. الان به نظر تو این شکل جوابی وجود داره؟ دو دایره هم دیگر رد نکردن. من هر دو اتفاق رو با هم میخوام. من میخوام هم از آ فاصلم 3 باشه، هم از بی فاصلم 2 باشه. واسه تلاقی این 2 تا دایره رو بگیرم. به درد من نخورد الان خورد؟ نه. میخوایم همین مسئله رو الان کلی با هم بررسی کنیم. بخون بحث نقاطی از صفحه پیدا کنید که از آ به فاصله M از B به فاصله N باشند. به مرکز A و به شعاع M و به مرکز B و به شعاع N 2 دایره رسم می‌کنیم. محل برخورد این 2 دایره جواب مسئله است، ولی مسئله ممکن است جواب‌های مختلفی داشته باشند. الان می‌خوایم 2 جواب. وقتی کجا رفتی؟ چرا؟ اینقدر تند. آخه نگفتین، گفتم بخونم. اجازه دادی مگه؟ من هر لحظه اومدم یه دفعه بیام یه سبقت بگیرم وسط حرف بزنم، اصلا نشد. ببخشید. یه ذره آرومتر عطری جان، یه ذره آرومتر. عجله نداریم. تو حالت تدافعی بودم. خیلی تو حالت تدافعی بودی. این لطفی بکن، بزرگواری بکن، دوباره بخون آرومتر. دوستان چی رو میگید نفهمیدم؟ من هنوز چی نگفتم دوستان. آرامش، چیزی درس ندادم هنوز که. تازه داشتیم صورت مسئله رو بخونیم که دوستتون مثل میگ میگ بود، اینجوری خون رفت. خب یه بار دیگه زمان آروم بخون.
به مرکز A و به شعاع M و به مرکز B و به شعاع N 2 دایره رسم می‌کنیم. محل برخورد این 2 دایره جواب مسئله است. ولی مسئله ممکن است جواب‌های مختلفی داشته باشد. ممنونم عطرین خوب عزیز، بود؟ مرسی. عالی. وقتی اینجوری میتونی بخونی خب همینجوری بخونی. هدف چیه؟ وقت کلاس هدر نره. نه خب بفهمیم دیگه. قرار شد این تیکه رو با آرامش بریم خیلی. اون تیکه بعدی الان منم خودم میگ میشم، یعنی اینجوری میگم فرار میکنم. من 3 سفر امروز درس میدم، ولی این قسمت رو دوست دارم با آرامش بریم. هدف چیه؟ هدف اینه نقاطی پیدا کنم از A فاصله شون M باشه، از B فاصله شون N باشه. N باشه. خب من میگم 3 تا اتفاق متفاوت میتونه بیفته. برای اینکه بهتر جریانش رو درک کنید ما از جیم شروع میکنیم. جیمو بخون. جواب ندارد وقتی که آبی از مجموع M و N بزرگتر باشد. دوستان وقتی من فاصله آبیم از جمع اون دو شعاع بیشتر باشه همدیگه رو قطع میکنن؟ نه. دارید تو شکلم میبینید دیگه، مثل تصویر پای تخته. الان معلومه فاصله آ تا بی از 5 قطعا بیشتره دیگه. اینا این یه تیکه رو اضافه داره، داریم میبینید دیگه. پس اگر آبی از جمع ام و ان بیشتر باشه مسئله هیچ جوابی ندارد. آقا اینو میفهمیم؟ دوستان شکل رو ببینید. طبیعتا باید اگر کسی از ابتدای کلاس خوب گوش میکرد این الان خیلی چیز روشنیه. 2 تا دایره هم دیگه رو قطع نمیکنن، به هم نمیرسن دیگه. اما اگر حالت خاص بشه و دقیقاً آبی مساوی با ام به علاوه ان بشه، بخون برو چه اتفاقی میافته؟ یک جواب وقتی که فاصله A و B یا همکار خط آبی با مجموع 2 مقدار M و N برابر باشد. بچه‌ها پایه این دیگه همون حالت چی میشه؟ حالت مماس رخ میده. چند تا جواب داره؟ یک یه جواب. دونه. حالا به نظر شما ما همه حالت‌ها رو دیدیم. اگر آبی کوچیکتر باشه از ام به علاوه ان به نظر شما چه اتفاقی میافته؟ 2 تا جواب داره. 2 تا جواب. بچه‌ها 2 تا دایره میرن تو دل هم دیگه. چند تا جواب در میاد؟ 2 تا. 2 تا جواب در میاد. درسته؟ بله. کسی مخالفه بگه؟ تکرار میکنم تمام نوشته هامو رو PDF ذخیره میکنم. تخت وایت بورد هم همینطور. نروس نباشید. سر یادداشت برداری. جزوه شما بچه‌ها در 12 روزه که فاینال شده، حتی شاید بیشتر. و من الان چاپ شده شو دارم. متاسفانه به خاطر یه سری اتفاقایی که افتاد و تعطیلی‌ها ما نتونستیم توی چاپخونه اینو تکثیر کنیم به تعداد لازم. بعدم که اصلا تعطیل شد و اینا، حالا انشالله تا شنبه قرار هندل بشه. فکر میکنم میخوان آپشن ارسال از طریق پست رو هم دوباره راه بندازن. مگه قبلا نبود؟ قبلا هم بود؟ خب من فکر میکردم آره. این روزا نبود. ولی 4 ساعت فکر کنم طول میکشه. حالا عیب نداره دیگه، زودتر سفارش آره بدیم. خوب بود. این طرف از ساری میرفت تهران دقیقا همینقدر. خب زیادین تینا، خیلی زیادین. نه میدونم. شما فقط شکلی شاگردای داشتم یه نفر می‌کردم. منو ببینی سر فلک میکشه. حالا تو حساب کن اونجا 1000 تا معلم هستن، 1000 تا کار داره بنده خدا. خدایی سخته واقعا. و اصلا اینقدر پیک نداریم. میدونیم اگه چند تا پیک داره. خب این حله. بله. خب چی شده؟ زرا چی میگه؟ خب ول کن گوش کنیم. عطرین جمع‌بندی کنیم بحث رو با خودت، بعد بریم سراغ روژین. باشه. اگه قرار باشه مثلثی کشیده بشه تو کدوم شکل میشه؟ بالا، توی وسط، اولی پایین؟ دیگه. فقط توی بالا. بالایی میشه. گرفتین دوستان؟ پس اگر قرار باشه، ببینید بچه ها این آسی چنده؟ فاصله از تا آ چی بود؟ ام بود چی بود؟ ام بود، M بود. اینم ان بود، اینم که آبیه دیگه. پس اگر قراره با 3 تا عدد مثلث رسم کنم باید این قانون بینشون برقرار باشه.
یعنی شما با هر سه عددی توانایی رسم مثلث ندارین نداریم. و به این قضیه میگن نامساوی مثلثی که بایستی جمع دو ضلع از ضلع سوم بیشتر بزرگتر. باشد. کوچیکتر. بزرگتر. نه بزرگتر. ای؟ نه، بزرگتر جمع باشه. دو ضلع از ضلع سوم بزرگتر باشد دیگه. بزرگتر باشه. دوستان بله. الان من به شما میگم یک ضلع مثلث من از 1000. 1000 وفایی. آره 1000. دو ضلع دیگهش هست 1 و مثلا 2. عقل شما مثلث در میاد؟ الان نه. من اینجا بیام یک کمان بزنم به شعاع 1، اینجا یک کمان بزنم به شعاع 2، من کجا هم دیگر قطع کنم؟ چجوری میشه؟ آقا با هر سه عددی نمیشه مثلث ساخت. باید در نامساوی مثلثی صدق کنن. نامساوی مثلثی که مشهور به قضیه حمار هست در ریاضی و دوستان من در رشته ریاضی سال گذشته اینو خوندن، اثبات علمی کردن. ما اینجا اثبات علمی نکردیم، سعی کردیم درک کنیم. قضیه حمار رو میگه نگفتید. چرا میدونی بهش میگن حمار؟ ببخشید البته میگم یه ذره شما خونده بودیم. فان هم هست میدونین. آره قدیم ندیما داشتین. ببین من میگم آبی به علاوه مثلا چه میدونم بی سی جمع دو ضلع از ضلع سوم بزرگتره دیگه. میگه اگه یه حمار رو بذاری اینجا، بعد اینجا مثلا چه غذای چیزی باشه، اون حماره هم مثلا میفهمه که باید مستقیم از آب سی بیاد کمتر خسته میشه. اگه بره تا بی و بعد بره به سی خب طولانی تره دیگه. به خاطر همین بهش میگن قضیه حمار. خب بعد خدمتتون عرض شود که چرا مرسی با علامت عصبانیت خنده‌دار بود دیگه. واقعی قضیهش فروشه نکردم، جدیه. تینا چی شد باز؟ چی میگی؟ میگم البته شاید شانسی شد. نه قضیه حمار. خب خدمتتون عرض شود دیگه بچه ها بریم یه ذره دیگه بسی دیگه. عطرین جان متشکرم. عطرین جان تو هم مثل این که کمال همنشین تینا رود اثر کرده کلا میخنده. نه خندم دیگه ببخش. نداره اوکی، دست در نکنه. ممنونیم ازت. روژین هستی؟ صدام خوبه؟ آره عالی. جوری باشه کلاس به گل میگیره، خیلی خوبه اتفاقا. کلاس شما همیشه همینه دیگه، خوبه دیگه. خب بله. دقت دیگه، شوخی موخی بسته. 10 دقیقه تمرکز کنید. الان اون لحظه‌ای که میگ میگ میخوایم بشیم، تون میخوام برم دیگه. بسته روشین دیگه بچه بازی بسته دیگه. قشنگ دیگه همه رو گفتیم دیگه. آقا نامساوی مثلثی چیه؟ جنبندی. من اگر یه مثلث داشته باشم A B C، گفتم بهتون اضلاع میشن A کوچولو B کوچولو C کوچولو. کوچولو سی کوچولو. جمع هر دو ضلعی باید از ضلع سوم بزرگتر باشه. تمام. جمع هر دو ضلعی باید از ضلع سوم بیشتر باشه. طبیعتا شما چند بار میتونی به طور کلی بنویسی این قضیه رو؟ 3 بار. 3 بار. نه هر بار یه ضلعی رو میذاری سمت راست نامساوی. جمع دوتای دیگه از اون بایستی بیشتر باشه. خب سوال تا اینجا؟ سه مدل میشه نامساوی مثلثی رو به شما عزیزان و خوبان سوال داد. چند مدل؟ 3 مدل. 3 مدل. من 2 مدلشو میگم و حل میکنم، یه مدلش دیگه میذارم واسه خودتون. این مدل سوم دوستان تمرین خودتونه، خودتون میخونین، بعد مثالم داره، میشین خودتون حل میکنین، هیچی هم نداره. ولی 2 مدل اولش رو من بهتون میگم. خب پس اول رو باکس آموزشیش باشیم فکر میکنم بهتره و بعد 2 تا مثالش رو حل کنیم. دسته‌بندی چک کردن مثلثی بودن، یعنی مسئله از شما میخواد که آقا میتونم مثلث بسازم یا نه؟ آیا 3 عددم اصطلاحاً میگن مثلثی ان؟ یعنی در نامساوی مثلثی صدق میکنن؟ مدل 1 روشین هر 3 تا رو به صورت عدد بهت میدن.
یعنی 3 تا عدد بهت میدن، میگن بله وفایی چک کن مثلث میتونم بسازم یا نه. نمی‌تونم. بهتون پیشنهاد کردیم کافیست واسه چه زلی کنترل کنید؟ بزرگترین زل. بخون بی زحمت اینجایی که حالا کافیست برای بزرگترین زل مثلا آ چک کنید، یعنی بی به علاوه سی بزرگتر از آ باشه. یعنی یه گنده لاتی داره، 3 تا عدد بهتون دادن، یکی گنده تره دیگه بزرگتر، میگه اون گنده تره رو بذارید یه سم، جمع 2 تای دیگه باید ازش بیشتر باشه. اگر بود مثلثیه، اگر نبود مثلثی نیست. بود نیست. بود نبود نبود. مثال بریم بچه‌ها بفهمن. مثال یک گزینه الف رو بخون. 3 3 6. خب 3 به علاوه 3 میشه مساوی با 6، پس نمیشه چون یعنی بزرگتر. 3 به علاوه 3 بزرگتر از 6 نشد. خدافظ. برو ب. 3 به علاوه 5 میشه 8، از 9 کوچیک‌تره پس نمیشه. خدافظ. ببین فقط واسه زل بزرگه چک میکنم، 3 بار چک نمیکنم. نمی‌کنی. فقط واسه زل بزرگه چک کنین. دال رو چک کن. میشه 2 به علاوه 3 بزرگتر از 4 پس میشه. 3 اوکی، مثلثیه اصطلاحاً و میشه باهاش مثلث ساخت. سوال. تذکری از پایین صفحه دقیقاً به اینجا مرتبطه، بی زحمت بخون. با داشتن 3 عدد به با داشتن 3 عدد به عنوان 3 زل 2 حالت پیش می آید. یا مثلثی اند که یک مثلث می تواند با آنها ساخته و یا مثلثی نیستند که نمی توان با آن اعداد مثلث ساخت. یعنی دارم میگم اگه 3 تا عدد دادن یا در نامساوی مثلثی صدق میکنند که گفتم یک جواب بیشتر نداره، یعنی یک مثلث میشه باشه، یا در نامساوی مثلثی صدق نمیکنن اصطلاحاً مثلثی نیستند، پس باشون نمیشه مثلث ساخت. افتاد؟ یعنی همیشه جواب شما یا صفره یعنی نمیشه، یا یکه یه دونه میشه. اما من به شما گفتم 3 مدل داره. یه مدلش رو رفتیم با هم که خیلی ساده بود، 3 تا عدد بهت میدادن روژین، بعد تو گالکش میکرد. بی بخون. یک زل پارامتری مثلا آ و 2 زل دیگر عددی باشن. بی به علاوه سی بزرگتر از آ و بی منهای سی هم توی قدر مطلق کوچکتر از آ و البته زل پارامتری باید بزرگتر از 0 باشه. یعنی چطور بهتون سوال میدن؟ آقا یه زل و پارامتر میدن، مثلا مچول پچول میدن، 2 تا زل دیگه رو بهتون چطور میدن؟ ذات عدد میدن. بعد بهت میگن روژین، میگن آقا میذارد مثلث باشه. به راحتی میشه نامساوی مثلثی رو تکمیل کرد و اینطور بیان کرد که در یک مثلث باید هر ضلعی بین تفاضل 2 ضلع دیگر و جمع 2 ضلع دیگر باشد. ببینید اوریجین اصل نامساوی مثلثی همونی بود که صفحه پیش گفتیم، یعنی جمع 2 ضلع از ضلع سوم بیشتر، ولی میشه به صورت فشرده اینطوری بیانش کرد. یعنی یه بیان دیگه از نامساوی مثلثی که دوستان میکنن تو ذهنشون، هر ضلعی از تفاضل 2 ضلع دیگه باز بیشتر باشه. یعنی نباید دیگه خیلی هم دیگه یه ضلعی کوچیک بشه، این حرفش اینه. و نباید از جمع 2 ضلع دیگه بزرگ بشه، نباید خیلی هم بزرگ باشه. تا بتونی مثلث تو بکشی. حتما اینو تو ذهنتون دارید و اگر سوالتون مثل مثال 2 سریع از همین مورد استفاده میکنی. بخون مثال 2 رو. اگر عدد 7x و 10 متناظر اضلاع مثلث ABC باشن، اندازه ضلع x چه مقداری میتواند باشد؟ ما با توجه به این نکته میگیم وفایی گفت اگه یکی پارامتری 2 تا عدده، سریع اون پارامتریه رو بذار بین اختلاف 7 و 10 3 جمع 7 و 10 17. خدافظ. اگر بخواید تشریح حل کنید باید چند بار نامساوی مثلثی بنویسین؟ 3 بار. چون 3 ضلع دارید دیگه، یعنی هی 2 تا میگیری بزرگتر از سومی، هی 2 تا رو میگیری و بازم به همین جواب میرسی ها.
ولی گفتم این یه جورایی فشرده شده و خلاصه مفید نامساوی مثلثی خیلی خوبه و دیدید که دقیقا شما رو در کسری از ثانیه به جواب درست میرسونه. پس اگر یه ضلع پارامتر دادن، 2 ضلع عدد دادن، شما همین کاری که بهت گفتم بکن و یادت هم باشه کلا در یک مثلث حتما هر ضلعی از تفاضل 2 ضلع دیگه بزرگتره، از جمع 2 ضلع دیگه کوچیک‌تره. دوستان دیگه من بیشتر از این توضیح ندارم. سوال هست بگید. مورد سوم که دارم میذارم به عهده خودتون هم یه لحظه میخونم، موردیه که بیشتر از یک ضلع روژین چیه؟ پارامتریه. شما نوشتم 3 شرط موجود در شماره 1 بالا، یه ذره اینجا بد نوشتم، منظورم 3 بار نامساوی مثلثی بنویس. آره، یعنی جمع 2 ضلع از ضلع سوم بزرگتر. جمع 3 بار می‌نویسید و جواب‌ها رو چیکار می‌کنین؟ اشتراک میگیره. مثال 3 دقیقا نگاه کنین، همه پارامتری هن. شما هی جمع 2 تا رو از سومی بزرگتر، جمع 2 تا از سومی بزرگتر، بچه‌ها تمرین خودتونه. بعد به یه حدود ایکسی میرسین و اشتراک میگیرین و تمام میشه، میره پی کارش. پس یه جمع‌بندی، اگر به شما هر 3 تا رو عدد دادن برای ضلع بزرگتر چک میکنید، یعنی ضلع بزرگتر اگه آه میذارید این گوشه، جمع اون 2 تای دیگه باید ازش بیشتر باشه. چک خورد مثلثی، نخورد نیست، خدافظ. اگر یک ضلع و مثل آ بهت پارامتری دادن، میذاری بین تفاضل 2 ضلع دیگر و جمع 2 ضلع دیگر. اگر طراح خبیث بود و همه پارامتری داد، هیچی دیگه 3 بار می‌نویسی دیگه. یه بار آ کوچیک‌تر از بی به علاوه سی، یه بار بی کوچیک‌تر از آ به علاوه سی و یه بار سی کوچیک‌تر از آ به علاوه بی. همه رو می‌نویسی، میبری جلو و در نهایت هم که باید اشتراک بگیری. این بود فتح باب ما به درس هندسه، درس جدیدمون. 5 جلسه دیگه در قالب 27 صفحه مهمانشیم. جلسه 5 صفحه کار میکنیم. جزء خیلی بازه، یعنی توضیحاتش خیلی مثالات تو هر صفحه. مثلا صفحه 6 جزء 2 تا مثال، صفحه 7 جزء 1 مثال. مثلا تمرین هم داره، به خاطر همین اصولا پیشرویمون زیاده توی جلساتش. جلسات نفسگیر و قول میدم جذابی باشه براتون. لطفاً بی خود با هندسه قهر نباشید. چطور بود کلاس؟ عالی. کیف کردین؟ لذت لازم رو بردین؟ بله خیلی خوب بود. آره بله. دستتون درد نکنه. نگفتین همتا اصلا صحبت نکرد. آره که منظورم حرف اوه به مرضیه نرسیدیم مثلا، حواسم نبود. مرضیه چه خبر؟ بیادید حداقل حرف بزن 2 کلمه. مرضیه جان قهر نکنی. نه قهر چیه؟ الان همتا آخر یا مرضیه؟ ما صداش میکردیم همتا. من صدا میکنم همتا. آره بابا شما نمیخوادی چیز کنی. آره، روژین من همه قاطی میکنم دیگه، ولش کن. کم کم آروم. آره ما یه اسم جدید بهم یاد بدین خوب. نه گنجایی خدمتتون عرض شود که اون همتا میگه چرا میترسونی آدمو. انشالله از هر اسم بکنم 3-4 تا داریم. خیلی خیلی ممنونم همتا گوران عزیز. همتا جان انشالله جلسه بعدی حتما اولین نفرمون تو باشی، خودت هم یادت باشه و بیای و صحبت کنی حتما. ممنونم ازتون. فقط یه چیز بگم میشه نبندی نگرسه کلاسو؟ باشه بگو. کلاس مشتی و با انرژی بود، خیلی خوش گذشت جان. اون 3 خط رو میزنین؟ 3 خط؟ این اول بگم. آره